این اوقات تیار کردگی. حول اوقات بینیم برادران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای انسانانی که زندور نیستن، برای انسانانی که گروه بامش از زناشون مردگن، خدا آنجاشون جنت کنه. برای انسانانی که زناشون برآمد رفتن، اوقات یا کردن، برای انسانانی که تا زندگی میکنن تیز اوقاتشون پذر اینه ها دیگ یه که دیگ میگیری دیگه تمام همه چیز میپرده در داخلش، خلاص گپ تیار میشه. یا شاید از او را بکو نمکش بچش دیگه و دیگه چی در کار نیست. خلاص که باز ما رو بگه اوقات انشالله براش نشون میتیم دیگه میشه برای 5 نفر 10 نفر 15 نفر اوقات تیار کنیم. خب انشالله که میگذاریم به قسمی اول گوشت. دیگه گوشت به نهایت خوب میپرده، پر میشه و موازه میشه. خب انشالله نمو پیشت کارا پوشیم که بسیاریاتون سلشتم یه خوب قبول میکنه برای وای در تا خیلی را در تا کمتر ننویسن. با یارو پوشیدیم با استومان میشویم که دشتینگه نگیم نمیشه که با انتیفریز یارو باشون. انتیفریز هم سپتیکه. خلاص گرد برادران عزیز باسم تصمیم گرفته بودم با خودی خستم همه کار تیار میکنم. اوقات به مقدار درکاری خلاص گرد گوشت میبرم به چند نفر و چی گفتنیم که در خیلی اکم دعا کنیم اکم قبلیم در ویدیو نوشتگیم که اکی قول صلاح قبلیم بسیاری شو که قول صلاح خدشنه الحمدلله. خب قبلیم سه اکم قبلیم خواهند مشکلش آسان کنن. اصلا درجه رسیه همونگی سبب بخشش هم زیاد وارکو بادیو اکم خالی بردیم سما خبری مونتاژ میشه. لازم میگه اخو دو کسی ما بردن شاید دیشان باشه تشان باشه الله دیدم چون خیلی چیزه که بعد میشه اینا اینجا مونده باشه. الله سبحانه و تعالی انسان به مشکل دچار میکنه نه به انسان نه به لسان. مثلا که والحمد لله حالی مثلا موضوع میکنه هر چیز سبب میشه حکمت داره. فقط شاید دعایی که شما اجابت شود اخش دعای خانه است بکنید. نه یوم گزین رسیده بده چه خاطر مثلا خدا شو مثلا مثلا ویدیو جدید بشه اعلام کنه خلاص میدونن. الله نیابانی حرکت موشون باشه. هر برادر هر اکا و دودرکی هستن هر کجایی که باشن خدا محافظشون کنه. خلاص گپ خلاص گپ این افغان میشه که بیروغن هم خاطر تیار کنیم. میشه که برغن اگر که گوشت خالی پرتای بیروغن میشه نما برای بلیونش کم که اینقدر کفایه اینقدر یا فقط نام یا فقط ابون تو یا فقط می زن مرده دم که زنش مرده گیم تنها خودش شکر میکنم الله نیابان تو باشه. دوینگی نستری خدام بردارم حکم نیست در گرد اطراف مو. خلاص گرد زن زیمی سوسو خداوند تسر برادرشون مثلا باردار روی که هر کجایی که باشه الله نیابانش باشه. نمیمونم پرایی که علاو تفتیش میکنن سر میتن بعضی شاید بجت پریس میکنن بعضی ها تلفن ها رو پرایی میکنن. خلاص گپ که هر کجایی که هستین به یاد عبادت الله باشین. هر کجایی که هستین خدا محافظتان کنن. از این حال در جامعیت نوتین جیت جنگ جیت تفتیش شد پرایی که خدا هیچ کسی به این مشکل دوچار نکنه. خلاص گپ ما هم گوشت مادیم که فایه خیال میکنم تا کزنکه با اون قبل گوشت میرن در استلاوی خلاص گپ بسه ما میگذاریم ده کرچکه برای ده نفر. کرچکه ای کرچکه رو ما باید کم کک کمتر ایزه میکنیم برای که دیگ چیه بس دیگ میجوشونه ما دمیدش میکنم ملایم شو میکنم انشاءالله. خب دیگه اگر فرات که با اوقات با هم قدیه با مزه و گوشتا لحم چی بیان یکی ویدیه رو میپرتایم اوقات بعد آدم بیزن میشه. زنده خیلی اوقات به علم ده من درگی خوشی قیب استودم یکیش که اگه باید قچک
خب بعد پیاز، یه پیاز کفایه، این پیاز خودش بگیم آب میبرن. من خدا خلاص کرد بدنی چی میکنی؟ بپرتویش و برگر اگر باقی باشه با باقی. خب الله نیابانی حرکت موشو باشه بیشتر خیشم کنی. خب چی گفتنی بدم؟ مثلا ببین همین تا تفتیشات رو چی کردن کمکک دم بگیریم از همین جین زده ها. این پیاز رو ریزه نبکنیم، پیاز رو میمونیم. خب بگذاریم به پمیدور، یک پمیدور دیگه پیاز گرم برای بمازه کردنش سویت خود دیگه کردن برای بعد مثلا که در جای تمت نه این خیلی خلاص گرم کردم که انشاءالله بنزگی حد میره بس حجی بودیم برای حجم را کسان که حجم را میخواین برین برای کم ها رو یکم میتونیم که انشاءالله که مراجعت کنیم برادرها در خدمتن ما را هم در خدمتیم. خلاص که بریم خیلی اینجا بپرتون خیلیش جور میشه دادون تمام. الان بگذاریم با قسمی نمک یا کی نمک. خلاص که اینجا نمک کمتر میکنیم وقتی که میپیشم نمک داخل خش میسته کفایه های. خب بعد جا بری پلاف کم کک بری پلاف خوش میکنیم اینا بگیم هم در گوشت کرده میشه و هم در گوشت کم بپیشترش کنم اینا هم اینا همش در دستی مامون بپوچه بشه فکر بخواه کم کک میکنیمش برای گوشت ها فکر میکنیم که فهم نکم باشه همون بری پلاف روشه که برای باشه در گوشت هم میشه و نیش خاص برای چه لا اله الا الله برای نمیشه بود نمیام خودمون نمیام خود لازم اگر کافی کردم در خود بخدم میکنم یا که خودم موفق گردم و میگم آدمی خود نمیشه همه اینا دیگه میکنم تا که انسان ما طرفا باشه بگن انسان طرفا باشه خود بزنه. خلاص بعد فرض اگر خدمت کوی شد مثلا چند نوعی خودش میگم که خودی ما برای انسان بزنه انسان که زنش میگه خیلی میکوی مثلا تاش میکنیم او خودم میذاری اینجا با برای اینکه اوقات با نشده برای اینکه اوقات با بامزه‌تر شود رنگش خوب شود چی می‌بینی؟ اینی چای زعفران دیگ شفران. خلاص که بی زعفران هم برای دوره نیروی همه طرفه فایده خوب داره و دی قرق میکنیم در چای قرق میخوریم خلاص که ما در اوقات زیادتر میپرتوییم تو اینکه اوقات بامزه شود انشاءالله. خیلی فراتو با خیلی ما عربی هم پیش منی سنیکیسته الله نیابان تو باشه بردارن عزیز. یه اوقات برای دیگه کسی خیال میگم که زیادیه کفایه های. خلاص که هم خیش میمونی پیچتکار بسم الله میگو میکشی یه چه فراموش نکنم اونده میکشیم خیلی میشه اصلا خوخه کنی یکان چی ندارم انرژی اگر فقط اینجا میریدیش فقط بسم الله میگوی میشینی خوردی؟ قصدی بایمه بس کنم مثلا شما خواستان نموشین برو ده ویدیو در جا چی بود همون ویدیو لیتوینه قبل میریدیش خوردیم شروع گفتن که بسم الله مستی بتدي ما بيصير بسم الله بتدي المهم خلاص جبنا محكم شوا مش ما فكركم يجيش يمكن بيرا حضرتك اجون بيزليش ديفيجينيو بيزليش نخ بلاجني مثلا ايش يعني نعم جلوشيت مثلا دقيق كم كك الى بشكل صحراء كانوا ده بيجوا كبراي ده چم چدي فيها خوبه ده راهي مثلا خوبه ده داخل خونه مثلا ده جا علو بوشه بعضی تا میشه ده داخل دیگه علو داخل يعني بيجي چطور محکم وقتی که بهش اینجا سرس میکنم خلاص که وقت ما نشان میدیم. اگر همین خیلی کسانه دکتر باشه در کامنتر بنویسین ما برای شما میتونیم که واسه شغال سر راه کنیم با واسطه پشت زدیک میجیک ترانس ماک ترانس میگا ترانس خلاص که یک کیلومتر ترانس با ما خاطر میتونیم کار کنیم. الله نیاباد باشه یک این داخل ویدیو آقا خیلی باز سلام علیکم. آقا خیلی حال رو بردارم. نه. حالا گیتی. این طرف تا داشتن حال رو بردارم دیگه. خلاص که آقا نخرید کنه این یعنی ايش انت اخذ خيانه كيفك انت خلاص انا وياك انا بدي اشوف لكن اخذ خيانه هو من قال لك انت اخذ كيفك ترى لك هنا انت عندك ميتين انت ما تقدر تفهم روحك اي اخذ يا ابني لما راح كده عنده ولا كان طالع مني ولا كان ثاني ابني لسه كده مثلا شوف ما لا لا ايه كده يلا عندي
و هم موجود نکنه. خب اینجا موجود باشه که تعداد باشه. ولی چی من لازم بچه ولی یه چیزی که بنده میشم دارم. اوکی. خب اینجا اینجا không có một thời bố đi còn lại con người đấy trong các cái để đấy mình sẽ để cái bút này là cho ta cái bút đấy thì phải là cái này khó nhất ở đây là cái có một cái như thế này nào đi sao rồi cái này nữa 요즘 전형이 지고요. 나 방금 그래도 안 돼요. 뭐 이거 안 되고 뭐 하자. 더 아이들 시간이 그래서 내년에 나 오늘은 더 가져와 안 보자. 알아다 딱 봐서 나보다 오늘 집안이 있는 거 거지요. 집안이 집안 잡고 내가 나가고 나한테 보자. 내가 다 맞아 지금 내가 먹고 생기 우선 물 넣이 시작해요. 내가 물 넣어 나랑 붙여. خلاص يا حبايبي تشيل لك تشيل لك خلاص يا ما قدرنا نمشي تشيل بعد كده تشيل لك لازم هو شويه كده ونشوف باذن الله بس كده bunu camı şurası dur kan bu kamera kırdım maşallah bu ya tabii هذه بعد بسیار مجوشیده چی میشید tabii بسیار مجوشیده کچکا شده آب میشید خیلی خلاص گم هذه اکسپریمنت کردیم 40 دقیقه موندهمش هذه ما ایران میکنیم یکم برو یوش نکیم نکودیم خلاص گم آبش هم نریختیم هذا خلاص گم آقا ببینیم یک کچکو چشلیه بلومشیم بسم الله بینین آقا یا آقا نوشا گفتم که انسانانی که زناشون مردگی هست یا که زن ندارن یک کچکه زیاد بوده است خلاص گم او مقصد که اوقات اکونومیکی تیز میپزده پیروز یکنی او نداشتمی او چی که از اوشا میریزم نه دیگه میجوشه او پیدا میکنه نه خیلی خلاص گم ادسینی که اوقاتا خلاص گم زحمت نمیکشیم با میگیری به اینجاش میمونی با بسم الله میگوی آوا سر میدی اینه برادران عزیز اوقات یار شد بسم الله میگوی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سم الله و کل بیامین بسم الله بگو و بعد از راست شروع کن. السلام علیکم.